نیروگاه برق آبی راغون انشاءات عصر و ابیکت سرنوشت‌ساز است. کارشناسان سطح جهانی بیهوده نیروگاه برق آبی راغون را تمدن زیر زمینی یا با عبارت دیگر شهر در زیر زمین نمیگویند. مایه افتخار و شکرگزاری است که بنیادگذار این کاخ محتشم نور، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. محض با تشبث و تلاش‌های پیگیرانه و خسته‌ناپذیر این ابرمرد عرصه تاریخ و تمدن بنیاد نیروگاه برق آبی راغون روی دست آمد و امروز هزاران نفر ساختمانچیان، مهندسان و دیگر متخصصان در این میدان ننگ و ناموس ملی به طور شبانه روزی کار و فعالیت میکنند. ما همگان میدانیم که گرچند که این کار بی‌حد مشکل است، بزرگ است، آینده درخشان دارد، چون که همگان میدانند که بعد استفاده دادن نیروگاه برقی آبی راغون اقتصادیات تاجیکستان به یک نقطه بلند انشاءالله الرحمن میرسد. این کارها بر وقت پیشکی انجام داده شدند. هر یک ارماتور، هر یک سمنت که وارد اینجا می شود سرتیفیکات دولتی دارد و از یک چند نظارت لابراتوار یا آزمایشگاه های ساختمانی گذشته بعد به اینجا وارد می شود. من 9 سال شد این جانب در همینجا کار میکنم و دیده ایستادم و میبینم که کار به حد وزمینم باشد، با صفت بلند رفته ایستاده است. همین را میخوام بگویم که خواستم شرح دهم قدرت مهنت به جهان، لیک اینجا که عیان است چی حاجت به بیان. جمله اسرار جهان در دل مهنت بوده است، آدمی هم به جهان حاصل مهنت بوده است. بی محابا هر کسی که وارد این عرصه ننگ و ناموس وطنداری می شود از شکوه و عظمت این انشاءات استراتژی و سرنوشت ساز به وجد می آید و از اراده سازنده پیشوای غمخوار ملت محترم امامعلی رحمان و جوش و خروش جریان کار افتخار می کند. در نیروگاه برق آبی راغون قرار داریم. البته اینجا باور ناکردنی است که شخصیتایی که مثلا در اینجا کار و فعالیت می‌کنند برای آنها اراده آهنی لازم است و با استفاده دادن نیروگاه برق آبی راغون علاقه ما باوری کامل داریم که تاجیکستان ما گوشفا می‌شود و تمام کارخانه‌های صنعتی از جمله کارخانه‌ای که در سمت خیمه و علاقمند هستند می‌توانند که روی کار برآیند. در حاشیه دستور و راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، هیئت استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان، اعضایان کمیته اجرایی ابتدایی دانش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، زمره از استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه تحت راهبری رکتور دانشگاه پروفسور خوشوقت‌زاده قابلجان خوشوقت و نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از روند بنیادکاری‌های نیروگاه برق آبی راغون دیدن نمودند. ابتکاراتی به واسطه کمیته مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. واقعا با دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت ما امروز اهل ضیا، کارمندان و استادان دانشگاه ملی تاجیکستان به این نیروگاه برقی آبی راغون تشریف آوردیم و با همراهی خودمان نیروی ذهنی را آوردیم و امروز بعد از دیدن کردن این انشاءات عصر من باوری دارم که 170 نفری که در اینجا از این انشاءات دیدن کردن، هر یک کدام آن نسبت این انشاءات عصر فکر و اندیشه های خودشون را در شکل های گوناگون بیان میکنند و همزمان اقدام دیگری ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان در آن است که ما با همراهی خودمان تا جای معلومات داریم که در نیروگاه برقی آبی راغون شرایط خیلی مهیا است و کتابخانه زمانوی نیز دارا میباشند. ما از حساب فوند ذخیروی کتابخانه دانشگاه ملی تاجیکستان با همراهی خود حدود 500 عدد کتاب نیز با این نیروگاه برقی آبی راغون تقدیم کردیم و هم یک چیز دیگر را باید قید کنم که حدود 65 سال است که در دانشگاه ملی تاجیکستان انسامبل نوروز فعالیت میکند و امروز با همراهی اهل ضیا انسامبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان برای بالیده گردانیدن کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون علاقه در اینجا حضور دارند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به حیث سرپرست معنوی نیروگاه برقی آبی راغون همیشه تلاش بران دارد که در پرده هدایت‌های راهنماساز پیشوای معظم ملت
ҳамқадам бо сохтмончиён қаҳрамонони ин корзори бисёр ҳам беназири тоҷикистони соҳиби истиқлол дар бунёд ва барқарорсозии тамоми инфрасохтори роғун саҳми муносиби худро гузоранд. мо мутмаин ҳастем ки дар иттиҳоду ҳамбастагӣ дар бунёди давлатдорию давлатсозӣ бо қадамҳои устувор бо нерӯи дучан ва бо ифтихору шарафмандӣ тоҷикистони азизро аз ин ҳам пештару бештар ободу шукуфо мегардонем. ҳайати донишгоҳ бо роҳбаладии масъулини нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба гурӯҳҳо тақсим шуда шоҳиди воқеи ҷараёни корҳои сохтмонии ин нерӯгоҳи бузурги аср гардиданд. соҳилмустаҳкамкунӣ, шағалрезӣ, сангчинӣ, кӯҳдӯзӣ ё кӯҳмустаҳкамкунӣ, кор дар нақбҳо ва баромади нақбҳои обпарто, агрегатҳои нерӯгоҳ аз ҷумлаи мавзеъҳое буданд, ки диққати ҳайатро ба таври хос ҷалб карданд. ростӣ мо дар бораи Роғун танҳо аз саҳифаҳои матбуот, саҳифаҳои китобҳо, тавассути радио ва телевизион маълумот пайдо карда будем. дар борааш бисёр шунида будем, аммо чӣ тавре ки мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. имрӯз вақте ки мо ба ин даргоҳ омадем, воқеан ҳам бори дигар шоҳиди он шудем ки ин махзани нуру зиёст. воқеан як маконест ки тамоми тоҷикистони моро аз буда зиёдтар, зеботару муҷаллотар мегардонад. ҳамчунин мо қариб пайваста дар бораи дилрабоиҳои табиати зебои тоҷикистон сухан мегӯем, аммо имрӯз бори дигар шоҳиди ана ҳамин зебоиҳо, ана ҳамин накҳати нотакрор шудем. дар ҳақиқат вақте ки мо ҳар як қисмати Роғунро тамошо карда истодем, ин нерӯгоҳи бузургро ба қувваю матонати ҳам коргарон ва аз ҳама муҳимтар ба сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти боломақоми кишвар бори дигар боварӣ ҳосил кардем ва боварии комил дорем ки минбаъд низ ин нерӯгоҳ тоҷикистони моро бо нерӯи барқ таъмин мекунад ва як роҳи аз мушкилот баромадани мардум мегардад. чунки ҳатто дар як мақол ҳаст ки рӯзатро деҳу рӯшноӣ хар. берӯшноӣ ягон кор кардан намешавад. нур боиси ободӣ аст, боиси равшаноӣ аст ва албатта таъссуроти мо аз ин сафар ниҳоят нек аст. бори дигар дар мо як бисёр эҳсоси наҷиб пайдо шуд ки барои ин кишвари нозанин мебояд ки хизмат кунем ва як ифтихор аз доштани чунин як ватани дилрабо дар мо зиёдтар гардид. ҳайати устодону кормандони донишгоҳи миллии тоҷикистон дар як фазои бисёр ҳам хуб барои дидан кардан аз ин иншооти аср, яъне иншооте ки имрӯз дар ҷаҳон ҳамто надорад. маҳз тоҷикистон имрӯз бо намуни иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллаташ дар арсаи ҷаҳон шинохта шудааст. қарор дорем дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва аз рафти ҷараёни корҳои сохтмонӣ имрӯз дидан кардем ва дидем ки воқеан ҳам имрӯз ин заҳматкашон дар ин иншооти аср бисёр ҳам бо як рӯҳияи баланд, бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ кор фаъолият доранд ва маҳз устодон, профессорон, шоирон, нависандагон ки имрӯз дар ин сафар бо мо ҳамроҳ буданд, аз таассуроти худ аз ин иншооте ки воқеан вақте аз наздик омада ошиносоӣ пайдо карданд, аҳсану таҳсин гуфтанд ба ин сохтмончиён, ба ин нафароне ки имрӯз шабу рӯз барои ободӣ, барои пешрафти тоҷикистони азиз саъю кӯшиш доранд. ва ҷавонон низ дар ин партав маҳз аз ҳамин сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки роҳбари ҳизби халқии демократии тоҷикистон аст ки маҳз ҳамин пайравони ин ҳизб дар кишвар барои ободиву созандагӣ камари ҳиммат бастанд ва дар ин раванд барои Роғун ҳамеша ба ҳар чие ки бошад саҳми хешро мегузорад. мушоҳида гардид ки дар ин нерӯгоҳи бузург мутахассисон бисёр амалҳои душвор вале пурифтихорро ба иҷро мерасонанд.
در ترازی کف شخت دید ارگمانی رفته ایستاده است. ما می‌بینیم در ترازی 1199 قرار داریم 1199 و در شخت سیوم باشد ترازی کفمان حاضرش 1165 می باشد که در آنجا حفاری برای ترکیش رفته است و در شخت چهارم باشد شخت چهارم عین حال خاکپرتایی و خاکبرداری رفته ایستاده است. کارها برای ما باعث افتخار است که در این انشاءات هیدروانرژتیکی عصر کار و فعالیت کردم. من طول زیاده از 9 سال می شود که در این انشاءات هیدروانرژتیکی کار و فعالیت کرده ایستادم. کارها خیلی خوبند، کارها خیلی خوب پیش می روند. بعد کارهای انجام شده دقت اولین درجه داده می شود که کارها خوب با پیش می روند. امروز شماره جوانان در انشاءات هیدروانرژتیکی عصر خیلی زیاد است. جوانان با یک دل گرم کار و فعالیت کرده ایستادند که بسیاری کارگرانی که در انشاءات هیدروانرژتیکی عصر نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت میکنند بسیارتر جوانان تشکیل میدهند. با یک دلگرمی با یک حس وطن دوستی کار و فعالیت کرده ایستادند. در اینجا از یک سو صدای گفتن آهن به گوش می رسد، از سوی دیگر چشم از ذوق بی اندازه نمی خواهد. نگاه را از غیرت ساختمانچیان که در شعله کارهای وصلگری کفشگران عکس می شود به دیگر سو برد. می خواهد این نور را که عامل روشنی و گرمی هر یک خانه تاجیک می شود با ذوق تماشا کند. از سوی دیگر دقت کس را صدای تکنیک های کاری و با ذوق اداره نمودن آنها از جانب جوانان می برد. بی محابا زحمت آنها سزاوار تحسین است. من داوود رمضان طول 2 سال می شود که در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون سهمگذاری کرده ایستادم. از ما اراده سازنده پیشوای ملت است که ما جوانان را وادار به آن ساخته است که در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون که آینده درخشان تاجیکستان است سهمگذاری نماییم. تاجیکستان خانه امید تاجیکان روی جهان است. برای همین با جوانان تاجیکستان گفتنی هم که آمده در بنیاد این انشاءات عصر که آینده درخشان تاجیکستان است سهمگذاری نمایند. سرعت کارهای ساختمانی و وصلگری، صفت و استواری نیروگاه برق آبی راغون به اراده قوی، نیروی سازنده و محبت بی اندازه کارمندان مهندسی و تکنیکی و دیگر مسئولین وطن دوست سخت مربوط است. محض عزم و تلاش‌های شبانه روزی آنها رفت بنیاد این انشاءات سرنوشت‌ساز را وسعت می‌بخشد و برای برآورده کردن آرمان‌های ملی مردم تاجیک زمینه با اعتماد می‌گذارد. در حاضره کارها از بتونخوابانی بسیار با درجه عالی با صفت خوب رفته ایستاده است. ما هر روز از بالای این کار میکنیم، گروه ما کار میکند. یگان خطایی 100 بار شکر تا حاضر نگذشته است. همه کار از روی لایحه، از روی صفت بلند رفته ایستاده است. مسئله اساسی است، چون که نظارت اگر نباشد صفت خوب نمیبراید. برای صفت خوب چقدر نظارت کردن در کار ما کمر همت بستیم. چقدر که جناب عالی در برآمدهای خود قید کردند، ما گفته‌های همانها را سرمشق کار خود کرده دائما از ساعت 7 سحر تا 7 بیگاه در سر کار هستیم و میخواهم من همین را بگویم که ما در بری توییم، بال و پری توییم، در راه راستی ما افسری توییم. در موضع ساختمان نیروگاه چی در انشاءات روی زمینی و چی در انشاءات زیر زمینی، انشاءات در فرازیکوه و داخل نقب‌ها، اوجگیری کارها از روی نقشه گنرالی ساختمان به کس روحیه فرهمندی و بالیدگی می‌بخشد.
سرعت تیز پاککنی قبط زمین، بتونگیری، خوابانیدن سنگ و شغل، تاروپودسازی ارماتورها، کارهای سیمنتاسیونی و انکرگذاری در نقب‌های ساختمانی و نقلیاتی، انشاءات آبرسان و آبپرتا، کندن و هموار نمودن قبط کوه، حرکت بی‌ایست تکنیکا و مکانیزم در همه گوشه و کنار نیروگاه که به طور شبانه روزی ادامه می‌یابد، از فراهم بودن شرایط پیوسته تأمین گردیدن مصالح ساختمانی، موجودیت تکنیکا و مکانیزم ضروری و حس مسئولیت شناسی ساختمانشان دلالت می‌کند. کناره کوه در موضع‌های کشاد ساختمان سیمتوربندی شدند که کنده شدن کوهپاره و لغزیدن سنگ و دیگر جنس‌های کوهی را پیشگیری می‌کند و در این زمینه ساختمانچیان بی‌خوف و آزادانه به اجرای کارها مشغول می‌شوند. قبط کوه‌های پرشب و فراز موضع ساختمان نیروگاه برق آبی راغون به کارزار تبدیل یافته است که ننگ و ناموس وطنداری، آبرو و اعتبار ملی و مهارت بلند سازندگی و بنیادکاری تاجیکان را بازگو می‌کند. عین حال ما قرار داریم در منطقه یادروی سربند اساسی نیروگاه برق آبی راغون در تراز 983 و 40. در این منطقه چقدر که شما می‌بینید کارهای خوابانیدن و زیچ‌کنی بتون کوبیده جریان دارد و باید خیال کرد که روند خوابانیدن و زیچ‌کنی بتون کوبیده قبط به قبط صورت میگیرد و هر یک قبط آن باشد 30 سانتی متر را تشکیل میدهد و بعد خواباندن 30 سانتی متر آن را با واسطه غلبرهای زیچ کننده، دستگاه‌های شیبه کننده زیچ کرده میشوند و از با واسطه دستگاه رادیو ایزوتوپی مستحکمی آن سنجیده و نمداکی حجمی آن معین کرده میشد و اجازه داده میشد برای خواباندن قبطی من بعده. همین طریق مرحله با مرحله هر یک قبطی خوابانده شده با واسطه دستگاه آزمایشی یعنی که از آزمایش گذرانده می شود و اجازه کارهای قبطی باقی مانده داده می شود. همچنین در این منطقه در قسمت پارتال های نقب سیمنتاسیونی R1 کارهای ارماتور بندی، خلا بندی و خوابانیدن بتون جریان دارد. برای انجام کارهای ساختمانی در انشاءات عظیم و بی‌نظیر گیدروانرژیتیکی در جهان نیروگاه برق آبی راغون تکنیکا و مکانیزم گوناگون تمغه همروزه جریان کارها را وسعت می‌بخشند. توسط تکنیک‌های تعیینات گوناگون راننده‌های مکانیزه تان در فراز کوه داخل نقب‌ها مشکل‌ترین کارها را انجام می‌دهند. من طول 7 سال در این نیروگاه برقی آبی راغون در این میدان نبرد، در این میدان وطن‌دوستی کار فعالیت کرده ایستادم. این زمان ما در مرکز اساسی سربند قرار داریم که در این یادروی باشد با خوابانیدن بتون کوبیدن مشغول هستیم. در اینجا ما کارمندان با یک حیثیت وطن‌دوستی و روحیت بلند وطنداری کارنمایی کرده ایستادیم. ضمن بازدید هیئت استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان واضح گردید که چندین ختم کرده های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در این انشاءات عظیم سرنوشت ساز کار میکنند. رکتور دانشگاه پروفسور خوشوقت‌زاده قابلجان ضمن صحبت آنها را به مهنت پاکدلانه در اجرای رسالت برداشت گرفته هدایت کرد. ما از جناب عالی پیشوای معظم ملت از نام تمام هیئت شرکت امیزه نورک و کارگران رحمت منتداری خود را بیان میکنیم که آمده از حال احوالی ما کارگران خبردار شده همه شرایط ما را نقض کرده ما منت داریم. هزاران ما رحمت کلام به جناب عالی پیشوای معظم ملت. اثنای صحبت و مذاکرات با مسئولین از نیروگاه برق آبی راغون اظهار گردید که دانشگاه ملی تاجیکستان همچون بارگاه با نفوذ علمی و تعلیمی در تیار نمودن متخصصان در ساحه‌های مختلف حیات جمعیتی موفق است. از این رو راهبریت نیروگاه برق آبی راغون آماده است متخصصانی را که این مؤسسه عالی تعلیمی کشور را ختم می‌کنند و به کار می‌آیند با خوشنودی استقبال گیرد، زیرا در این انشاءات سرنوشت ساز برای ملت هرچی بیشتر متخصصان محلی جلب شوند همان اندازه به منفعت‌های دولت و ملت سازگار و مناسب است. بیشک زحمت هر یک ساختمانچی سزاوار
تحسین است. بنیادگذار این کاخ نور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خیلی صمیمی و با اعتماد اظهار داشته است که نام هر یک ساختمانچه نیروگاه برق آبی راغون در تاریخ نوین تاجیکان با حرفهای زرین ثبت می‌گردد. باید خیر کرد که در اینجا طبق نقشه کاری روند اجرایش کارها شبانه روزی برآمده شده است و کارها را پودرچی جمعیت سهامی شده تاجیک هیدروالکترومنتاژ انجام می‌دهد و باید خیر کرد که نظارت صفت کارها اینچنین از جانب نمایندگان گروه فرمایشگر پورا زیر نظارت گرفته شده است و ما دقت جدی به آن روانه شده است که همه کارهای ساختمانی باید از روی سطح و صفت ساختمان از روی معیارهای استانداردهای بین المللی ساخته شود و در با طلبات معیارهای صنعتی جوابگو باشند. خب چقدر که شما می‌بینید در اینجا شماره جوانانی که در کارهای ساختمانی و کارهای نظارتی سفربر شدند کم نیستند و این از آن شهادت می‌دهد که راغون برای ما جوانان یک مکتب بزرگ برای ساختن آینده خود برای خود تکمیل دهی میباشد و در اینجا جوانان سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. نیروگاه برق آبی راغون به نسل آینده از روحیه سازنده و عزم و اراده قوی ملت تمدن آفر تاجیک پیام میرساند. همان گونه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز می‌دارند آن روز دور نیست که ملت جفادیده و اذیت کشیده تاجیک شاهد به انجام رسیدن ساختمان نیروگاه برق آبی راغون گردد و از نور راغون خانه هر یک تاجیک و تاجیکستانی روشن شود. نیروگاه برق آبی راغون نه تنها اهمیت مهم انرژتیکی، اقتصادی و اجتماعی دارد، بلکه اهمیت سیاسی آن نیز قابل ملاحظه و ذکر خاص است. پس از بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، تاجیکستان همچون دولت دارای اقتدار بزرگ انرژتیکی در عرصه بین المللی معرفی خواهد شد. وابسته به این رابطه‌های خارجی نیز در سطح نو خواهند برآمد و با نگاه تازه تدریجاً تحکیم خواهند یافت. سپاس میگوییم به حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان برای چنین یک سفر بازدید از نیروگاه بزرگی آبی برقی راغون، نیروگاه عصر که همه ما بواسطه از نزدیک این معجزه ها را مشاهده میکنیم. در حقیقت نابی راغون این بی‌نظیر است و در جهان یکی از بزرگترین آن نیروگاه های آینده موجود خواهد بود که از همه لحاظ برای اهل بشر منفعت داشته میتواند. این نیروگاه ننگ و ناموس است. شهر استقلال میوه استقلال است که تنها با شرافت استقلالیت، تنها با شرافت کاردانی و راهنمایی پیشوای معظم ملت ما مشرف شدیم که این نام را نیروگاه برقی آبی راغون را بنیاد سازیم. در حقیقت وقتی که به دورنمای آن نظر می‌افکنیم، هدف چهارم استراتژی دولت حکومت جمهوری در پایه همین نیروگاه با نظرداشت بنیاد این صورت گرفته ایستاده است و خیلی موفقیت‌ها را ما علیه شاهد گشته ایستادیم. نیروگاه برق آبی راغون استقلالیت انرژتیکی مملکت را تأمین می‌کند. هدف چهارم ملی صنعت کنونی مملکت را وسعت تازه می‌بخشد و جهت رسیدن به زندگی شایسته مردم زمینه استوار می‌گذارد. خرد بلند مسئولیت شناسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساختمان و شناخت نقش نیروگاه برق آبی راغون در سرنوشت ملت بی امثال و ستودنی است. مسلم است که طرح‌های بزرگی سازندگی و بنیادکاری محصول اندیشه‌های شخصیت‌های تاریخی و ملتساز و دولتدار و دولتساز میباشد که ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون محصول اندیشه‌ها و ابتکارات بی‌نظیر و بی‌مثل منیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. این حقیقت بی‌بحث هر یک ما را وادار می‌سازد که در این کارزار ننگ و ناموس، میدان زحمت و شرافت، مکانی که هزاران متخصصان تربیت می‌یابند به کمال می‌رسند و به مثل این نیروگاه و دیگر نیروگاه‌ها را عزم ساختن و بنیاد کردن می‌نمایند،
وظیفه‌دار می‌نماید که هرچی بیشتر برای به هم آمدن در افاده بنیادسازی و بنیادکاری راغون باید که همگان سهم گرفته کید به کید و پهلوی همدیگر باشیم. پیشوای معظم ملت و انشاءات سرنوشت‌ساز ملت نیروگاه برق آبی راغون مفهوم‌های از هم جدا نشوندند. محض جسارت و اراده قوی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همه مانع‌گذاری‌های سنگین را شکست و راه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را هموار کرد. همان گونه که خود پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان اظهار می‌دارند نمی‌توان در این شرایط نهایت وزنین اقتصاد جهانی و تا رفت مرکب شوی اوضاع گیوسیاسی چنین انشاءاتی را دریافت که با این حشمت، وسعت و مبلغ گذاری‌های خیلی کلان در حال ساختمان باشد. ما اهل زیو از پیشوای معظم ملت منتدار هستیم. باوری آن را داریم که زینه به زینه هر یک نفری که امروز در این انشاءات کار و فعالیت میکند و ما امروز با آنها صحبت کردیم و چقدر مردم با یک ذوق بلند با یک شور و شر در این نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت میکنند. این از آن شهادت میدهد که امروز هر یک فرد تاجیک در پهلوی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راست ایستاده برای بنیاد کردن این نیروگاه برقی آبی راغون که نیروگاه عصر است باید کمری همت بندند. نیروگاه برق آبی راغون نه تنها استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان را تأمین می‌کند و برای وسعت بخشیدن به هدف چهارم ملی صنعت کنانی مملکت زمینه استوار می‌گذارد، بلکه در فضای مناسبت‌های سیاسی تاجیکستان هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی تحولات عمیق مثبت وارد می‌کند. در منطقه ساختمان نیروگاه برقی راغون قرار داریم. نیروگاه برقی این یکی از ساختمان‌های انشاءات‌های عصر، انشاءات‌های عظیم به شمار می‌رود. این نمونه این نیروگاه در جهان یگانه است، چون که همه اگریگات‌ها زیر زمین هستند و چیزی اساسیش همین است که این انرژی که استحصال می‌کند انرژی سبز به انرژی سبز داخل میشه، چون که محیط اطراف افلاس نمی‌کند و باز جهت دیگرش همین است که انرژی که استحصال میشد البته نسبت به دیگر نیروگاه‌ها خیلی ارزان است و فکر میکنم که این آینده تاجیکستان است. بغیر از این انرژی که این استحصال میکند برای تمام کارخانه‌های استحصالی تاجیکستان به فکر من که کفایه میکند. البته با مملکت‌های همسایه هم همچون خوبه انرژی انتقال داده میشود و بسیار یک ساختمان مهم عظیم است و من فکر میکنم که آینده این بسیار خوب است. از آن افتخار میکنیم که جامعه جهان تاجیکستان را به صفت یک دولت میشناسد که سروری عاقل و مردم دوست دارد و ملت تاجیک را به صفت یک ملت میداند که سازنده و بنیادکار و زحمت پسند است. مایه سعادت بلند است که وطن عزیز ما تاجیکستان با سرعت ترقی میکند. نیروگاه برق آبی راغون نه فقط اهمیت نیرویی و اقتصادی دارد، بلکه در تحکیم باور مردم به فردای درخشان تاجیکستان و همبستگی ملت نقشی مهم می‌بازد. نیروگاه برق آبی راغون نه فقط اهمیت انرژتیکی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی دارد، بلکه اهمیت خیلی ویژه سیاحی نیز دارد. همین که توجه به بلندی سربند امروز افزون است و همین که آبانبار آن می تواند به تازگی اکولوژی هم در سطح موقع جایگیرشوی خود نیروگاه و هم در سطح منطقه سهیم باشد، همین که نمی محیط را نگاه می دارد و به یک منظره زیبا و دیدنی و دقت‌ربا تبدیل می یابد، اهمیت سیاحی داشتن آن بر اعلی تجسم می شود. نیروگاه برق آبی راغون نه فقط اهمیت انرژتیکی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی دارد، بلکه اهمیت خاصه کشاورزی نیز دارد. در آبیاری کردن زمین‌های پایان آب با آب تازه طبیعی نقش آن خیلی کلان خواهد بود. پس از انجام سفر و مرور چند روزه با تصمیم ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان با اشتراک عالمان و دانشمندان همایش علمی جمهوریوی تحت عنوان پیشوای سازنده و انشاءات سرنوشت‌ساز دایر گردید. استادان محققانی که ضمن بازدید
از نیروگاه برق آبی راغون اشتراک داشتند در موضوعهای نقش نیروگاه برق آبی راغون در بالا بردن ایمیج دولت در عرصه بین المللی، نیروگاه برق آبی راغون و رشد استوار اقتصادیات تاجیکستان، نقش نیروگاه برق آبی راغون در عملگردانی هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت و همکاری‌های بین المللی تاجیکستان در بخش ساختمان نیروگاه برق آبی راغون و امثال این معروضه کردند. در این نشست علمی با اشتراک دایره وسیع عالمان و دانشمندان اظهار شد که نیروگاه برق آبی راغون انشاءات سرنوشت‌ساز و رمزی برجسته افتخار وطنداری است. بازدید از نیروگاه برق آبی راغون برای هیئت استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان باعث تأثیرات عمیق گردید و در اندیشه و افکار آنها برای عملی کردن اقدام‌های تازه انگیزه ایجاد کرد. صحیفه‌های تاریخ صحنه‌های بزرگ زحمت‌پسندی و سازندگی ملت تاجیک را یاد دارد که تا امروز وارثان این تمدن عالم شمول از آنها افتخار می‌کنند. این یک در حقیقت تمدنی زیرزمینی، تمدنی بسیار یک ناتکراری هست که نه تنها ادیبان، ژورنالیستان، پوبلیسیستان ما را بلکه ادیبان خارجی را متوجه کرده بود. هیچ از یاد نمی رود که نویسنده بزرگی روز پوبلیسیست الکساندر پلخانوف این انشاءات را، این نیروگاه را بهای نهایت بزرگ داده بود و آن را معجزه‌کاری های خلق تاجیک، ننگ و ناموس خلق تاجیک با راهنمایی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان بهاگذاری کرده بود. از این لحاظ همه ما امروز در اینجا شاهد گشته ایستادیم، دیده ایستادیم و باشد که همه ما با قلم خود، با سخن خود، با همه وسیله‌ای که داشته باشیم این را ثبت تاریخ نماییم، زیرا آینده نسل‌ها برای ما از ما منتدار خواهند بود و همچنین این یک مکتب می شود که برای بنیاد ده‌ها و صدها نیروگاه‌های دیگر زمینه خواهد گشت. سهم تاجیکان در بنیاد راه ابریشم و توسط کارهای عظیم دیگر سازندگی در تشکل تمدن جهانی خیلی بزرگ است. سرزم باستان، پایتخت شاهان ختلان در عصرهای 9 و 10، شهر هولبوک، بازیافت‌های امودریا، یادگاری تخت سنگین، قلعه حصار، قلعه یمچون، نیروگاه برق آبی نارک، کندن کانال کلانی وحش و هزارها یادگاری‌های گران ارزش را می‌توان نام برد که همگی محصول دستان سازنده ملت تاجیک در مرحله‌های گوناگون تاریخ می‌باشند. قابل ذکر است که اهل ایجاد از این شاهکاری‌های ملت تاجیک الهام گرفته درباره آنها اثرهای کلان حجم ایجاد کردند که تا امروز خواندنی و ماندگار هستند. با تأثیرات از سفر با هیئت وسیع همکاران به نیروگاه برق آبی راغون با پیشنهاد رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور خوشوقت‌زاده قابلجان خوشوقت در سطح دانشگاه ملی تاجیکستان و بیرون از آن یعنی در سطح جمهوری جهت تألیف اثرهای خوب و ماندگار که عرصه زحمت ننگ و ناموس ملی، افتخار وطنداری و انشاءات عظیم عصر بودن نیروگاه برق آبی راغون، روحیه قوی و اراده شکست ناپذیر بنیادگذار نیروگاه برق آبی راغون، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را انعکاس و برجسته تجسم نمایند در ژانرهای رمان با هوسمندگردانی 25000 سامانی، داستان با هوسمندگردانی 20000 سامانی، قصه یا پاوست با هوسمندگردانی 15000 سامانی، آچرک با هوسمندگردانی 10000 سامانی، سلسله ربایی، دوبیتی، غزل و دیگر نوعهای شعری با هوسمندگردانی 10000 سامانی تحت عنوان پیشوای سازنده و انشاءات سرنوشت ساز آزمون اعلان گردید. اظهار شد که اثر تألیف گردیده پس از محاکمه هیئت مشاوره و همچون اثر ارزشمند بدیعی، علمی، تاریخی، تحقیقاتی اعتراف گردیدن از حساب مبلغ‌های مخصوص دانشگاه ملی تاجیکستان به تب رسانیده شده، مؤلف آن در حجمی برای اثرها پیشنهاد گردیده هوسمند کرده می شود. طلبات آزمون در واسطه‌های گوناگون اخبار و در نشانی دانشگاه ملی تاجیکستان انتشار کرده شد. رکتور دانشگاه پروفسور خوشوقت‌زاده قابلجان اظهار داشت که نیروگاه برق آبی راغون کاخ نور، کفیل زندگی شایسته، روی سرخ و سربلندی ملت، عرصه ننگ و ناموس ملی،
کارزار شجاعت و جسارت است و برای نام ملت را در تقویم بشر همچون ملت سازنده و بنیادگر درج کردن و وارثان تمدن بزرگ و اجداد سازنده بودن خود را اثبات نمودن وسیله خیلی مناسب است. بعد از تشریف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر راغون با نیروگاه برقی آبی راغون که انشاءات عصر است کلکتیو استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان در نیروگاه برقی آبی راغون قرار دارند. واقعا هم این نیروگاه برقی آبی راغون از آن شهادت می‌دهد که این جسارت پیشوای معظم ملت است. آن جسارتی که پیشوای معظم ملت تا امروز ساختند، دولت بنیاد کردند. واقعا هم تأثیراتی که امروز از جانب استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان پیدا می شود واقعا هم از آن شهادت می دهد که امروز هر یک فرد تاجیک از این انشاءات دیدن کند و بعد از دیدن کردن از آن باید فکر و اندیشه خود را بیان کند که در حقیقت نیروگاه برقی آبی راغون در آینده تولید کننده نظام برق یعنی برای پیشروی اقتصادیات سبز که در عرصه بین المللی جمهوری تاجیکستان یکی از تولید کننده نیروی برق به حساب می رود که در جای ششم قرار دارد و واقعا هم اون دو اگریگاتی که با اشتراک پیشوای معظم ملت در این نیروگاه برقی آبی راغون ساخته به استفاده داده شده است. واقعا باز هم این جسارت پیشوای معظم ملت است. ما اهل ضیا از آن امید داریم که اون نیروگاه برقی آبی راغونی که انشاءات عصر است آینده ملت تاجیک است و هر یک فرد تاجیک آرزو دارند که از اون 6 اگریگاتی که در این نیروگاه برقی آبی راغون به نقشه گرفته شده است زینه به زینه با دستگیری های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت ساخته به استفاده داده می شوند. خوب است که همه ما از این روحیه سازنده، از دولت آباد، جامعه آرام و آسوده و از راهبر عاقل و خردسالار خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شکرگزار باشیم و در آبادی بیشتر وطن عزیزمان تاجیکستان سرجمعانه، متفق و همدلانه جهد و تلاش نماییم که غایت سعادت و صداقت به خلق و دیار خویش است.